آیا یک متقاضی یا پناهنده بشردوستانه در استرالیا هستید که در 10 سال گذشته وارد استرالیا شده اید؟ تجربه شما مهم است و ما می‌خواهیم صدای شما را بشنویم. اسکنلون فاوندیشن ریسرچ با مشارکت سوشال ریسرچ سنتر در حال انجام یک پروژه تحقیقاتی مهم با بودجه وزارت امور داخلی استرالیا است. هدف ما درک بهتر تجربیات شما در استرالیا. می‌خواهیم دیدگاه شما را در مورد تعلق و ارتباط به استرالیا درک کنیم و چگونه از زمان ورود به استرالیا از شما حمایت شده است. بینش شما برای ما مهم است تا به دولت کمک کنیم خدمات حمایتی از پناهندگان را بهبود بخشد. شرکت کردن آسان است. آنلاین در یک نظرسنجی کوتاه ناشناس شرکت کنید. در حال حاضر به 10 زبان مختلف موجود است. نظرسنجی از 20 ژانویه 2025 تا 7 مارس 2025 باز است. برای شرکت به آدرس www.scanloninstitute.org.au/refugee study مراجعه کنید. ما را در انتشار این تحقیق مهم یاری کنید.